وجدان یک از گروه‌های اساسی اتیکا بوده درک مسئولیت معنوی شخص در نزد دیگران و در نزد جمعیت را در حیات هر زن انعکاس می‌کند. باید به فهمش وجدان از طرف خبرنگاران سایت خبری دست به دست نقطه تیجه بین ساکنان شهر دوشنبه پرسید گذرانده شد. اصلا در جامعه ما وجدان وجود دارد، ولی وجدان اگر وجود نمی‌داشت جامعه کارها پراکنده می‌شد. فکر می‌کنم که وجدان اصلا اون چیزی که امروز برای آنهایی که کدام یک مقام دارند، برای آنهایی که در بزرگ‌ها هستند، برای آنهایی که مثلا در نقطه‌های خیلی کلیدی کار می‌کنند، برای آنها چیزی از همه ضروری است و آنها حتما حتی در حال نداشتن پول هم باید وجدان داشته باشند. چی بگم درباره وجدان؟ خیر در دنیای روزه هم مسلمان هم یک آدم مایده کلان ارمد نمیکند بود هیچ در گفتم از چیزا قیمت چیدستند در دنیای روزه چی بگیم آدمگری نیست ایرا پاس بزنه ایرا بلند حساب میکنه خیلی مخگم این طبیعی است که وجدان چیزی است که همه وقت در وجود انسان است و انسان رو مجبور میکنه. مثلا خیلی مثلا بارها شده است که از وجدان خودم ناریزا شدم برای که بعضا حالتهای دشوار رو میخواستم به یکم کاری روم وجدان اجازه نمیده. یعنی که چیزی فردی شخصی است که انسان رو درک میکنه. یک چیزی است که در قوم بودم جا گرفته است. این را فروخته عوض کردن نمیشود برد. Совесть это вот здесь вот прежде всего, а не здесь или где-то. Совесть это в башке должна быть, в смысле в голове. Это воспитывается и дрессируется, я считаю. وجدان را کار فرمودن لازم. وجدان چیزی نیست که در یک گوشه فراموشی پرتای دیگر هر وقت لازم شد گیری نیم. وجدان باید همیشه باشد و آن همیشه عمل کند و ما یا شما در اساس همان عمل کنیم. آن وقت ما خدا انسانی با وجدان گفته میتوانیم. وجدان محکمه است که حاجت به قاضی ندارد. پیش از همه وجدان از پسیکولوژی انسان وابستگی دارد. وجدان مفهومی ابسترکت است، یعنی آن چیزی است که با چشم انسان دیده نمی شود، لیکن این مهمترین چیزی است که انسان را اداره می نماید.